آیا یه تیم ضعیف میتونه یکی از قوی ترین تیم‌های فیفا 23 رو ببره یا نه؟ درود دوستان، خوش اومدید به استودیو گیم فیکس. امروز قراره بریم سراغ یک چالش بسیار جذاب، خفن و هیجانی. می‌خوایم یک تیم ضعیف رو مقابل یک تیم قوی قرار بدیم و ببینیم میتونیم این بازی رو ببریم یا نه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، از اونجایی که رونالدو توی النصر هست، من النصر رو میگیرم و با تیم منچستر سیتی میخوام بازی کنم، یکی از قوی ترین تیم های فیفا 23 و میبینید که چقدر اختلاف دارن این دوتا تیم. النصر 3.5 ستاره است و منچستر سیتی 5 ستاره و میریم ببینیم که این چالش جذاب میتونیم ما پیروز بشیم یا خیر. یه سری به ترکیب بزنیم. از اونجایی که منچستر سیتی تیم بسیار قوی و قدرتمندی هست و بیشتر هم روی ضد حمله ها به اصطلاح تمرکز داره، ما مجبوریم تیم رو 5 دفاعه بچینیم و این ارنج به نظرم کمک میکنه به ما. 5-4-1 وینگر چپ و راست هم داشته باشیم خوبه. اینا رو میبریم یکم بالاتر و ترکیب ما هم اینجوری میشه: داوید اوسپینا، سلطان الغنام، الامری، آلوارو، لوئیس گوستاوو معروف، کنان، الخیبری، اندی سلطانیسکای معروف، مارتینز، کریستیانو رونالدو و وینگر چپ هم یه دونه بهتر فکر کنم داریم، جلال‌الدین ماشاریپوف ازبک. و این که به نظرم تاکتیک رو روی پرس از بالا تنظیم کنیم خیلی خوب میشه. عمق دفاع رو یه خورده بیاریم عقب‌تر و پایین‌تر و از اونجایی هم که 5 دفاعه هست بهتر تیم زیاد جمع نشه، یه خورده تیم رو باز کنیم. این ترکیب به نظرم جوابه و بریم سراغ بازی. به تنظیمات هم یه سری بزنیم. من بازی روی ورد کلاس تنظیم میکنم، کلاس جهانی. بازی برای من بسیار سخته با توجه به اختلاف زیاد دو تا تیم و 5 دقیقه هم کفایت میکنه. پس بریم سراغ این چالش جذاب و ببینیم آیا ما برنده بازی میشیم یا خیر. و این هم محیط بسیار زیبای بازی فیفا 23 و این جو بسیار خاص. النصر، منچستر سیتی. ببینیم که این بازی چگونه خواهد بود برای ما. میتونیم بازی پیروز بشیم یا نه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. و همه امیدها و چشم‌ها به سلطان رونالدو دوخته شده و ما بازی رو شروع می‌کنیم. و البته باید سعی کنیم که زیاد دفاعی بازی نکنیم که هرچی دفاعی بازی کنیم به اعتقاد من بیشتر شما گل می‌کنید. اگر تیم شما جلو بود مثلا با اختلاف 1 یا 2 میتونید اونجا دفاعی بازی کنید، ولی فعلا بازی مساوی 0-0. پیشنهاد من اینه که مقابل تیم‌های قوی زیاد دفاعی بازی نکنید. این باعث میشه که شما بیشتر گل بخورید و با اختلاف گل بسیار زیاد ببازید. حالا یه ضد حمله رو صورت بدید که آفساید نباشه. و نتونست بزنه اندی سلطانیسکا. الان نگاه کنید ما یعنی پرس از بالا رو انتخاب کردیم، واقعا داره برای ما جواب میده. ضربه‌ای که به تیرک خورد، واقعا یه گل محشر داشتیم میزدیم. داشتم خدمتتون عرض می‌کردم پرس از بالا واقعا جواب میده مقابل تیم‌های قوی و منم سعی می‌کنم تاکتیکا رو تو این ویدیو هم براتون توضیح بدم داخل بازی. عبداللیل الامری. میبینید که الان مالکیت کلا دست تیم ما هستش و منچستر سیتی که توی لاک دفاعی برخلاف انتظارها فرو رفته.
و ضربه‌ای که رونالدو زد به پای بازیکن منچستر سیتی برخورد کرد و منچستر سیتی تیمی هستش که انتقال توپ از دفاع به حملهش واقعا عالی. الان می‌بینید شما واقعا داشتن دفاعی بازی می‌کردن، الان توپ آوردن توی محوطه جریمه و این کارو به خوبی انجام میده تیم پپ گواردیولا. کورنرها وقت خوبیه که بتونیم یک ضد حمله یا به تیم منچستر سیتی بزنیم. وقتی تیم حریف داره کورنر میزنه شما میتونید استفاده بکنید و اینجا ما گل خوردیم متاسفانه. این بچه گل نروژی بود که دروازه ما رو باز کرد، ولی چیز زیادی تا پایان بازی باقی مونده و ماجرا تازه شروع شده. 22 دقیقه از وقت بازی رفته. And space to exploit maybe. فرصت خوبی بود واقعا تو گرفت ادرسون. واقعا هم بیشتر هالند داره بازی رو میچرخونه، توپ میگیره با توجه به قد و قواری که داره و بازی بیشتر داره روی هالند میچرخونه. Let's see about the delivery. خب اندرسون تالیسکا شما میشناسید علاقه‌مندان به فوتبال، یه پاسی هم ارسال کرد که کسی نبود. Grealish. چه تکل اینجا زد. City haven't lost the possession as you can see, but what they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter-attack. And a bit more defending on their minds here, I think. Making sure it didn't get past him. Nicely timed tackle. مالکیت توپ هم بیشتر دست ماه و کارهای ترکیبی و تیمی ما بیشتر داریم انجام میدیم و منچستر سیتی بیشتر توی ضد حمله ها تمرکز داشته. مارتینز تا بازی مالکانه اینجا یه حمله رو داریم انجام میدیم. اگه بتونیم یک گلی رو بزنیم. Anderson Talisca, fantastic work to thwart the danger. سلطان الغنام. Difficult to stop him. Anderson نتونست با ضربه رو بزنه رونالدو و ضربه دروازه اعلام شده. آمارم که می‌بینید 5 تا شوت رونالدو و کوین دی بروینه هم 2 تا شوت داشته. این مارتینز هم واقعا بازیکن خوبی هستش. از گوشا خوب حرکت میکنه. اینجا کورنر شد. کورنر رو با رونالدو بکشیم که و دوباره بهش بدیم و یه شوت خوب میتونه بزن یا نه. گرفت دوباره. چه ضربه ای زد. چه ضربه ای. یه گل شاهکار از سلطان کریستیانو رونالدو. واقعا یکی از زیباترین گل هایی بود که من داخل فیفا زدم و این تکنولوژی هم که تازه بازی فیفا اضافه شده ضربه نگاه کنید شما چه ضربه ای زد. واقعا زیبا بود این گل و حساب کارو 1-1 مساوی کردیم و خیلی خوب موقع هم گل زدیم. دقیقه 44 مسابقه خوب گل زدیم و بازی رو مساوی کردیم. Grealish. A meaty but fair challenge, and it will be a throw-in. بیتونیم همین نتیجه رو نگه داریم عالی میشه و بعد این نتیجه رو نگه داشتیم نیمه اول و باید بریم سراغ نیمه دوم. همین تاکتیک هم دارم بازی میکنیم جواب داده تا اینجای کار و ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا میتونیم تیم منچستر سیتی رو شکست بدیم یا نه.
Well, underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in this second half. واقعا تاکتیک خیلی خوبه این پرس از بالا. اگه آفساید نباشه آفساید احتمالاً بله. Well, he could run onto it here, but he drifted into an offside position. Well, he just thought about the pass for a fraction too long, and that's why it's offside. Well, can they exploit the space out wide? Oh, great attacking play. تیم منچستر سیتی هم بالا کشیده برای اینکه گل بعدی رو بزنه. یه سیو بسیار زیبا از داوید اوسپینو. علاقه‌مند فوتبال دروازه‌بان یادشون هست. Well, a short corner here. Kevin De Bruyne has moved away from the flank. Grealish. And Grealish. That pass could be troublesome. The keeper making sure that was pushed well away from danger. Needed to be more accurate than that from the keeper. And a throw in there. Well, as you can see, City are certainly creating enough chances, but their finishing hasn't been good enough. But you do feel that's going to change soon. Well, that'll be a free kick. Well, he knows he's on his last warning after that one. Well, I don't think it warranted a yellow card. He made a genuine attempt to play the ball there. Plenty of support here. It's there for him. And the challenge, crisp and clean. Talisca! That's a great stop. His reflexes are so good there. That's a fantastic stop. دوباره بریم ببینیم مثل گل اول میتونیم گل دیگه بزنیم یا نه. ضربه‌ای که رونالدو استادانه میزنه این سری از ضربات رو. Short corner it is. Ronaldo. این بار گرفت توپو. ادرسون. Well, the keeper did his job. Didn't really have to work hard, in all honesty. And into the last 30 minutes now. یه ضربه قیچی برگردون از رونالدو و واقعا هم ضربات در چارچوب ما بکنم بیشتر از تیم منچستر سیتی بود اگه اشتباه نکنم و تا اینجای کار واقعا تیم النصر خوب بازی کرده. Haaland might take the lead. اینجا چه صابون قشنگ کریستیانو رونالدو. Breaking at pace. They need to get bodies back. پاسش نرسید. And let's give credit to the defending. بازی توی لحظات بسیار جذاب و سریع داره دنبال میشه. Haaland. Given away by City. And no way to sugarcoat that one, Stuart. Well, sometimes it's worth having a shot from distance, but he never really set himself to hit that cleanly. A change in the offing for City. و یه سری به ترکیب بزنیم ببینیم آیا بازیکنی هست که به زمین بیاریم یا نه. ترکیبو که من نگاه میکنم بازیکن خاصی نداریم که به زمین بیاریم و فعلا به ترکیب بذار دست نزنیم تا ببینیم چی میشه. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Just 20 minutes remaining now. Kono. Anderson Talisca. بازم ضربه رو دیر زدیم. واو. Well, it might still work out for them. Just cleared away in the nick of time. داره کم کم تیمو میاره بالا و دفاعش رو خالی میشه. کم کم بهترین موقعیتی که ما دروازه رو باز کنیم. Well, pushing again for a goal, looking full of purpose. Oh, couldn't quite find his teammate. Haaland. Trying to really get at the opposition here. But timely defending when it mattered. سلطان الغرام واقعا خوب بازی کرده. اندرسون تالیسکا. Potential danger here. جلال‌الدین ماشاریپو و اینجا دروازه باز میشه توسط جلال‌الدین ماشاریپو. بازیکن 2-1 میکنه در دقیقه 80 مسابقه. واقعا
کار ترکیبی و تیم بسیار قشنگی بود. پاس زیبای کریستیانو رونالدو و ضربه نهایی و تمام کننده جلال‌الدین ماشاریپوف. و به نظر اینجا ما باید یه خورده ترکیب دفاعی تر بچینیم تا بتونیم نتیجه که هست رو حفظ بکنیم. به نظرم 2 تا هافک اینجا بذاریم برامون کارو در میاره. این لوئیس گوستاو هم بذاریم اینجا که پست اصلیش همین هافکه اینجا خوبه. و یه دفاع بخوایم وارد زمین بکنیم میتونیم الحسن رو بیاریم که هافک دفاعی هم هستش، به جای جلال‌الدین ماشاریپوف بیاریم و اینو بذاریم دفاع. و اینکه اندرسون تالیسکا بره وینگر چپ، مارتینز وینگر راست، رونالدو یه خط عقب‌تر بازی کنه بهتره. اینجوری ترکیبمون بهتر میشه تا بتونیم نتیجه موجود رو حفظ کنیم. تا ببینیم که امیدواریم که بازی رو ببریم. اگه بتونیم یه ضد حمله بزنیم که کار من تموم خواهم کرد. با توجه به اینکه تیم منچستر سیتی بالا کشیده، ماشاریپوف یه ضربه چیپ می‌خواستم بزنم فانتزی که دمه دروازه نشد و اینم ماشاریپوف تعویض شد که واقعا خوب بازی کرد تو این بازی. و دقیقه 85 به چیزی نمونده تا پایان بازی و ما هم به یک جلوییم. سعی میکنم پرس هم همون توپو بگیرم که نیمه من نیاد که منچستر سیتی. Rodri. The pass could do damage. اینی که همه رو کشیدم بالا به منچستر. حالا کریستیانو رونالدو میرفت که حساب کارو تموم کنه. 89 دقیقه مونده. بسیاریم 89 دقیقه گذروندیم و تموم داره میشه بازی. اگه گل نخوریم و این متاسفانه گل خودم آفساید شد فکر کنم. خوشبختانه آفساید چه شانسی آورد. واقعا نفسی تو سینه حبس شد در این دقایق بازی و میبینید که ایلکای گوندوگان توی آفساید بودش. واقعا یه لحظه سکته رو زدم و چه اشتباهی واقعا. خطایش دروازه‌بان اومد جلو ارسون و اینم آخرین موقعیت تیم منچستر سیتی. اینو نخوریم هیچ وقت نمی‌خوریم. اگه این فرصت رو بهمون بده داور که نداد و سوت پایان بازی هم اینجا به صدا در اومد و شما دیدید که با یک تیم ضعیف هم میشه یک تیم قوی رو برد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت، لایک، کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.